تصمیم هست تا جشن 31 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساختمانی از نو برقرارسازی انشاءات‌های قلعه خوجند پورا به اتمام رسد. طبق سفارش مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت برای آماده کردن لایحه انشاءات مذکور کارمندان و رسامان فیلیال پژوهشگاه علمی و لایحه‌کشی جستجوی سنی آبس وابسته شده بودند. مسئولین این فیلیال هنگام صحبت با ما گفتند که آماده کردن لایحه برای از نو برقرارسازی قلعه خوجند سال 2018 از جانب رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده پیشنهاد شده بود. دوام بیش از 2 سال مسئولین مواد جمع آورده لایحه را آماده کردند و آن خوشبختانه از اکسپرتیز دولتی گذشت. سرمهندس فیلیال پژوهشگاه علمی و لایحه‌کشی جستجوی سنی آبس در ولایت سوخت منصور اشانوف میگوید لایحه نوبسته از اکسپرتیز دولتی گذشتنش حالا هم از جانب رسامان و لایحه‌کشان تطبیق شده بعضی از تغییر و اضافه ها وارد کرده شده ایستاده است. بغیر از لایحه‌کشی اونجا رسامان و هنرمندان کار کرده ایستادند. لایحه 100% اکسپرتیز گذشتگی باشدن با پیشنهاد رسامان بعضی تغییرات و اضافه ها وارد کرده شده است. حاضر 8 خانه‌بار حاضر آرایش داده شده ایستاده است. مساحت عمومی انشاءات مذکور 6 هکتار زمین را در بر میگیرد. طبق لایحه در این انشاءات ساختمان و از نو برقرارسازی بینای اساسی آثارخانه، 8 حولی استقامتی یکی از محله‌های قدیمی شهر خوجند، بینای معموری، چایخانه، حمام و گپخانه به نقشه گرفته شده است. برای کاربری و آرایشات داخلی خانه‌ها به جز از رسامان و لایحه‌کشان همچنین یک گروه متخصصان دولتی همسایه ازبکستان نیز به کار جلب کرده شدند. در 8 خانه هر یک خانه و هنرمندی اصلی همینجا جایگیر شده است. خانه رقمی یک مثال بیاریم اگر این خانه کلالگاران اینجا جایگیر کرده شده است. ما از با قند و روانه شدگی بودیم و برشتان نوعی فرغانه در آنجا کلالگاران اینجا هم ترقی یافتگی. ما خواستیم که برای آرایش دادن بیناهای اساسی همون کاشینکاری میگویم و های هنرانشون که بلند هست از اونجا 10 نفر همون کاشین استاهای کلاگر دعوت نمیدگی آغازی کار کسادیان. مسئولین گفتند که بنیاد انشاءات مذکور به اعلان شدن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی بخشیده شده است. حالا در انشاءات از نو برقرارسازی قلعه خوجند گروهی کلانی ساختمانچیان به کار جلب کرده شدند و در اینجا کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. مقصد اساسی بنیاد انشاءات از نو برقرارسازی قلعه خوجند این پیش از همه معرفی عرف و عادت‌های خلق تاجیک و احیای هنرهای مردمی خوجند شهری باستانی محسوب می شود. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.